بانو جان، بانوی عزیز، بانوی قشنگم، تویی که دوست داری بری وارد رابطه، پارتنر داشته باشی، همدم داشته باشی، عاشق کسی بشی که عاشقت بشه، میری و وابستش میشی بعد از یک مدت. چقدر خودتو یادآوری میکنی؟ چرا روح و جسم تو داری براش میذاری که ارزش نداره و خودتو داری نابود میکنی؟ تو میدرخشی ولی خودتو داری با این وابستگی نابود میکنی. اون آدم ارزش این کارا رو نداره. پس به خودت بیا. هر روز خودتو یادآوری نکن. اون اگر تو رو بخواد اولویتشه. نمیگه کار دارم، نمیتونم زنگ بزنم، امروز سرم شلوغ بود. کسی که کسی رو دوستش داشته باشه، عاشقش باشه، تمام وقتش برای اونه.